بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. امروز در برنامه مختصر از داستان انبیا رسیدیم به داستان حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام. قبل از اینکه بپردازیم به داستان این دو شخصیت بزرگوار، قابل ذکر است که حضرت خضر علیه السلام در جمع تمام انبیا یگانه شخصیت است که خیلی پر رمز راز است و در کتب قبل از قرآن در تلمود تورات در ارتباط با او اشارات شده و همچنین در انجیل که عهد جدید زمان اشارات شده است. روایاتی از این دست که از طریق اسرائیلیات به ما رسیده که قابل استناد نیست، نه میتونیم را رد کنیم و نه هم میتونیم که در واقع او را تایید کنیم. البته قبل از اینکه بپردازیم بحث داستان حضرت خضر علیه السلام، سلسله نسب او را مفسرین هر کدام آرایی دارند. میگن که اسم او در واقع خضر فرزند عیسی و او فرزند اسحاق فرزند ابراهیم علیه السلام. این سلسله نسبش به حضرت ابراهیم علیه السلام باز میگرده و همچنان ذکر کردن که از فرزندان حضرت نوح علیه السلام است که سلسله نسب او به سام فرزند رشید نوح علیه السلام است. علی کل حال یک سوره در قرآن مسماست به سوره مبارکه کهف که هر کس روز جمعه یا شب جمعه را تلاوت کنه الله تعالی نوری به او قرار میده تا هفته یا جمعه دیگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید، روایت است که روز حضرت موسی علیه السلام در جمع بنی اسرائیل بود و خطبه بسیار بلیغ و یک خطبه که جالب توجه بود ارائه کرد. از شنیدن این خطبه قوم بنی اسرائیل قلبهایشان به وجد آمد و یک تعداد میگریستند، یعنی آنقدر تاثیر داشت که همه گریه میکردند. یک نفر از این جمع بلند شد به نزد موسی علیه السلام آمد و گفت که ای کلیم الله، آیا از تو دانسته تر و شخصی که درایت و فهم بیشتر داشته باشه در روی زمین موجود است؟ حضرت موسی علیه السلام گفت خیر، الله تعالی به ما علم داده است که در این عصر و قرن به احد من الناس نداده است. بناگاه الله متعال به سبب این عمل موسی علیه السلام او را باخبر ساخت که ای موسی، تو در جمع مردم از همه کرده داننده تر نیستی یا دانسته تر نیستی، هست کسی که از تو کرده بیشتر میدانه و الله متعال علم لدنی به او داده. علم لدنی علم از جانب خود به او داده است. حضرت موسی علیه السلام تشنه دیدار این شخصیت شد، از خاطر پرسید که او را در کجا میتونم من ملاقات کنم؟ جبرئیل امین گفت تو را میتونی در مجمع البحرین، جای تلاقی دو دریا که به هم دیگر میرسه، در اونجا میتونی در واقع ملاقاتش کنی. علی کل حال حضرت موسی علیه السلام با امون نوجوان که میگن یوشع ابن نون است، بعدا الله تعالی به او رسالت میده، برا میافتن. ولی قبل از او پروردگار یکی از نشانه های دریافت یا یافتن این شخصیت این مورد ذکر کردم که با خودتان ماهی بریان ببرین. هر جایی که این ماهی بریان دوباره یعنی دیش راه ده میده شد و به آب بازگشت، بفهمین که محل ملاقات امی شخصیت است. در سوره مبارکه کهف الله متعال میفرماید که و اذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی. یاد کن آن هنگام را که موسی علیه السلام به جوان خدمتگزار خود یعنی یوشع ابن نون گفت که همچنان ما برا میافتیم و میریم تا که به محل تلاقی دو دریا برسیم، دو دریا که به هم دیگر میرسن، یعنی به اونجا برسیم، یا که همچنان مدت طولانی سفر کنیم. یعنی موسی علیه السلام عزم خود جزم کرده بود که حتما میبایست این عبد صالح را باید ملاقات کنه، ولو اینکه مدت طولانی یعنی سالها در این راه ما سفر کنیم، سفر خواهیم کرد تا اینکه با اون شخصیت برسیم. فلما بلغ مجمع بینهما نسی حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا. زمانی که به محل تلاقی دو دریا رسیدند، موسی علیه السلام احساس خستگی و کسالت کرد. اون زیاد سفر کرده بود، در گوشه صخره رفت و سر خدا گذاشت که استراحت کنه و اون نوجوان که خدمتگزارش بود کنار موسی علیه السلام همچنان نشسته بود، نگاه کرد که ماهی به شکل عجیب در او گویا راه ده میده شده و با دریا باز میگرده، یعنی حرکت میکنه میره. خصوصا که در این آیه کلام الله مجید است که ماهی که برای خوردن فراهم کرده بودن با خود داشتن، این ماهی به طور بسیار عجیب به سمت دریا برای خود گرفت و رفت. بعضا نوشتن تفاسیر که از جمله کشاف است گفته که این ماهی سرخ کرده نبوده، ماهی بوده که موسی علیه السلام با خود میبرد
در هر جایی که احساس گرسنگی میکردن طبعا اونجا پختش میکرد و از آن استفاده. این مورد هم ذکر کردن. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. زمانی که یوشع ابن نون دید که موسی خواب است، برش نگفت که مایی در دریا دوباره راه خود در پیش گرفت و رفت. اما زمان که موسی علیه السلام از خواب بیدار شد، با خدمتگزار گفت که غذایی که با خود آوردیم غذای صبح ما را، او را بیار، واقعا که از این سفر خستگی زیاد ما تحمل کردیم. اون نوجوان گفت قال ارأیت اذ اوینا الى الصخره فانی نسیت الحوت وما انسانیه الا الشیطان ان اذکره واتخذ سبیله فی البحر عجبا. اون نوجوان گفت که ای موسی، آیا یادت است که در آن جایی که تو استراحت کردی و من ماهی را اونجا گذاشته بودم و فراموش کردم که داستان ماهی را برات بگویم و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره. این شیطان فراموشم کرد همین قضیه را که ما برات بگویم. داستانی شد که زمان که اونجا استراحت کردی ماهی را دیدم که دوباره پس به شکل عجیب به بحر راه پیدا کرد، یعنی زنده شد، حیات پیدا کرد و دوباره پس به بحر رفت. این خیلی جالب بود. این فراموش کردن که این یک مورد برات بگویم. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. حضرت موسی علیه السلام گفت بله اون همان جایی است که اون بنده صالح را ما باید ملاقات کنم و کاش بر من میگفتی. دوباره حضرت موسی علیه السلام باقی بازگشت، چون یک قسمت راه را اینا آماده بودن. پس دوباره به اون محلی که ماهی رفته بود در واقع با اونجا بازگشتن. فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. حضرت موسی علیه السلام بنده از بندگان صالح ما را اونجا یافت که از جانب خود رحمت به او داده بودیم و همچون علم لدنی داشت. در تفسیرش میگه که یک لباس، یک چادر سبز رنگ بر روی خود کش کرده بود و موسی علیه السلام رفت و در کنارش نشست و گفت که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و اون چادر خود پاس کرد و گفت عجبا در این شهر کسایی هم است که یعنی ایمان دارن، صاحب ایمان هستن. یعنی در یک محله و جای زندگی میکردن که صاحبای ایمان خیلی کم بوده. حضرت موسی علیه السلام خودش معرفی کرد که من موسی کلیم الله متعال است و پیامبر از جانب الله. خودش معرفی کرد. خب بعد هدف از آمدن خود توضیح داد. هدف آمدن ما گفتی است. قال له موسی علیه السلام با خضر گفت که هل اتبعک، آیا اجازه میدی که من از تو تبعیت کنم از آن علمیتی که تو داری به نزد تو رو به ما بیاموزی؟ مما علمت رشد، آنچه که سبب علم که سبب رشد است و سبب در واقع این میشه که یک فرد به او برسه، سبب هدایت است و در واقع مایه سعادتمندی است. آیا اون علمی که تو داری را من میخوام از تو تبعیت کنم گام به گام و تو بر من او را بیاموزی؟ خضر علیه السلام برش گفت قال انک لن تستطیع معی صبرا. خضر گفت که تو نمیتونی که با من صبر کنی. علم به نزد خود دارم که اگر بخوایم به تو بیاموزم تو بیقرار میشی، چون ظاهر قضیه را میبینی و اون در باطنش اکسیر مواردی در خود داره. از این آیات اهل تصوف بسیار زیاد مایه بردن. علا کل حال حسش نیست که اینجا پیران صحبت کنیم، چون ما مختصر از داستان انبیاء پیران صحبت می‌کنیم. حضرت خضر علیه السلام گفت تو نمیتونی با ما صبر کنی. در ادامه میگه و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبره، و چگونه صبر خواهی کرد در حالی که تو هیچ احاطه نداری، یا مثلا چگونه میتونی بر چیزی که احاطه علمی نداری شکیبایی به خرج بدی؟ یعنی از چیزی که از چیستی و کیفیت و کانش با خبر نباشی چگونه میتونی تو در برابر از شکیبایی به خرج بدی و صبر کنی؟ حضرت موسی علیه السلام گفت که قال ستجدنی ان شاء الله صابرا. گفت نه، حتما من ان شاء الله صابر خواهی یافت ولا اعصی لك امرا، و هر چی که تو گفتی من کار میکنم و از امر تو هیچ وقت سرباز نمیذارم. خب خضر گفت پس قضیه که چنین است درست است. قال فان اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لك منه ذکر. حضرت خضر گفت درست است. پس اگر میخوایی که از من تبعیت کنی و میخوایی که علم از آن علم که دارم به تو بیاموزم، یکی از شرایطش این است که هر چی که برات گفتم بپذیر و در مورد هیچ چیز سوال نکن تا اینکه من خودم برات توضیح ندادم یا اینکه من خودم در مورد از او شروع به سخن نکردیم. تو نباید از من چیزی بپرسی. موسی علیه السلام قبول کرد. فانطلقا، هر دویشان برا افتادن حتی اذا رکب فی السفینه خرقها. حضرت موسی علیه السلام و خضر در افتادن در
سفینه یا در کشتی نشسته بودن. در روایت آمده است که یک پرندگه که میره و منقار خود در آب میزنه و چند قطره آب میگیره و میره. بعد حضرت خضر علیه السلام به موسی میگه که آیا میدونی علمیت ما و علمیت تو در برابر علم الله متعال چقدر است؟ میگه چقدر است؟ میگه اون اندازه که این پرندگک از این آب گرفت و برد و علم الله متعال این آب است، این بحر است و علمیت ما و تو قطراتی است که این پرنده در منقار خود گرفت و برد. خب در این کشتی نشستن. حضرت خضر علیه السلام کشتی را سوراخ کرد، خرقها، عیبدارش کرد. حضرت موسی علیه السلام چون همیشه به امر به معروف و نهی از منکر عادت کرده بود یا به واقع میره سالکتش بود، همیشه وقتی که یک منکر را میدید آرامش نمیگرفت. خب ظاهرا دید که کار اشتباهی کرده. در کشتی که مردم میمان نوازی کردن، آوردن نشاندن و گفتن این 2 نفر از سیماش معلوم میشه انسانای خوبی هستن، از اینا پولام نمیگیریم. اما خضر بلند شد و تختای کشتی را کند و دور انداخت. قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. حضرت موسی علیه السلام گفت آیا این کشتی را عیبدار کردی، سوراخ کردی که اهلش این همه نیکی در حق ما کرد، غرق کنی، اجناسشان انبارشان همش غرق شود؟ لقد جئت شیئا امرا. کار بسیار عجیبه انجام دادی و کار بسیار زشت مرتکب شدی. حضرت خضر علیه السلام قال علم اقل، آیا ما برات نگفتم انک لن تستطیع معی صبر، تو نمیتونی با ما صبر کنی؟ برات نگفتم؟ حضرت خضر علیه السلام با موسی علیه السلام، موسی علیه السلام میگه قال لا تؤاخذنی بما نسیت. پس من مؤاخذه نکن، فراموش کردم. بله من گفته بودم که یعنی سوال نمیکنم در ارتباط با کارهایی که خود انجام میدی، اما اینقدر زود مرا مؤاخذه نکن در برابر آن چیزی که فراموش کردیم. ولا ترهقنی من امری عسرا، و خیلی سخت نگی، در این کار به من خیلی سخت نگیر، فراموش کردم. حضرت خضر علیه السلام پذیرفت چون دلیل آورد فراموشی را. فانطلقا، هر دوشان همچنان برای ادامه دادن. حتی اذا لقی غلاما فقتله، یک کودک را دید و این کودک در واقع حضرت خضر علیه السلام کشت. قال اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس. حضرت موسی علیه السلام گفت این چی کار انجام دادی؟ آیا یک زنده جان را، یک نفس را بدونی که مرتکب کدام جنایت شده باشه کشتی؟ لقد جئت شیئا نکرا. واقعا یک عمل کار بسیار عجیب انجام دادی و این عمل بسیار ناپسندی است که تو مرتکب شدی. حضرت خضر علیه السلام قال علم اقل لك انك لن تستطيع معي صبر. خضر علیه السلام موسی علیه السلام گفت که ما میفهمیدیم که تو صبر نمیکنی و نگفتم که تو نمیتونی صبر کنی. حضرت موسی علیه السلام گفت قال ان سألتك عن شیء، گفت اگه از این به بعد من در مورد چیزی است تو را مورد مؤاخذه و سوال قرار دادم، بعد از این فلا تصاحبنی، دیگه با ما صحبت نکن و یعنی بین ما و تو جدایی وجود خواهد آمد. قد بلغت من لدنی عذرا، و این یک بار دیگه عذر مرا بپذیر، یعنی در آن دوران دیگه از من جدا شو، الان عذر ما بپذیر. اگر بازم سوال کردم از تو دیگه با من مصاحبت نکو، از جانب من دیگه به عذر قابل قبول رسیده ای. یعنی به این معنا که در آن دوران که تو از من بخوای جدا شوی باز عذرت قابل قبول است. در روایت از پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که بار اول حضرت خضر به سبب فراموشی سخن موسی را قبول کرد و بار دوم به سبب عذر که آورد عذر کرد و همچنین شرط که گذاشت که اگر این بار ما از تو سوال کردم بعد از ما جدا شد. خب در ادامه سوره که کف میخوایم آیه 77. فانطلقا، هر دو همچنان برای ادامه دادن. حتی اذا اتیا اهل قریه، تا ای که آمدن به نزد یک اهل یک قریه، از اونا درخواست کردن که غذای چیزی گرسنه شده بودن برشون بیاره. فابوا ان یضیفوهما، الله متعال میفهمه اونا خودداری کردن از اینکه این 2 نفر مهمان کنن و این کار بسیار زشت بود که افراد اشخاص به دیگران غذا نده، یعنی به معنی اعلان گوی به صورت غیر مباشر اعلان دشمنی باشه. فوجد فيها جدار يريد ان ينقض فاقام. حضرت خضر علیه السلام یک دیوار را دید که کج شده بود و نزدیک بود چپه شود و این دیوار چپه شود. حضرت موسی علیه السلام گفت که بیا دست به کار شویم. دیوار چپه کردن، دوباره پس مرمرت کردن، یعنی دوباره راست ساختنش که دیوار چپه نشه، ترمیمش کردن. موسی علیه السلام گفت این چه کار است که تو کردی؟ اهل این قریه به ما غذا نداد، ما را میمان نکرد. حداقل قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، حداقل
میتونستی در برابر که دیوار این قریه را جور کردی و ترمیم کردی در برابرش یک اجر پاداش چیزی میگرفتی که الان گرسنه ماندیم. حضرت خضر قال هذا فراق بینی و بینک، الان دیگه زمان جدایی بین ما و تو رسیده. اما سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبر، اما ما به زودترین فرصت آن چیزی که در برابر آن تو صبر نکردی ای موسی برای توضیح میتونم که اصل ظاهر قضیه را خودی در باطن اون قضایا چگونه بوده. اما السفینه فکانت للمساکین، اون کشتی که سراخ کردم اموال مساکین حمل میکرد یا کشتی مساکین بود. مساکین پول جمع کرده بودن، کشتی خریده بودن و اون کشتی را در واقع مردم از یک محل به محل دیگه انتقال میدادن، چنانچه شاگرد پولش بین خود خرج میکردن. لمساکین یعملون فی البحر، کار میکردن در بحر. فاردت ان اعیبها، خواستم که این کشتی را عیبدار کنم. چرا؟ و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا، زیرا در اون طرف بحر یک پادشاهی بود که هر کشتی سالم را غصب میگرفت. اما کشتی اگر کونه بود، تختای شکسته می بود و عیبدار می بود، باش کار نداشت. حضرت خضر علیه السلام گفت من این کار از خاطر کردم اون کشتی را تختایش دور انداختم، عیبدار کردم که این کشتی که مربوط مساکین بود اون پادشاه ستمگر نگیره. این یک. و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، و اون پسر بچه‌ای که کشتم پدر مادرش انسان‌های بسیار مؤمنی بودن، آدمای بسیار خوبی بودن و ترس این بود که این فرزند بزرگ شود و پدر مادرش به کفر و طغیان بکشن. فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاة و اقرب رحمه. حضرت خضر میفرمه پروردگار چنین اراده کرد که این فرزندک مایه نجات پدر مادر در روز آخرت باشه، اجر پاداش باشه و از جانب این فرزند نیز مستوجب بهشت شود. دوستان عزیز، عظمت این آیات زمان ما درک میکنیم که ما به داستان قارون، داستان فرعون، داستان نمرود امثال که بعضارها نفر اینا به خاک خون کشیدن یک توجه کنیم. الان فرزن نتانیاهو اگر طرف در کودکی یک خضر پیدا میشد، فکر کنید که الان جهان در یک آسودگی و یک آرامی. اون یک نفر کشته شود بهتر است یا 60,000 نفر شهید شوند. حتی بیشتر از اون 60,000 کودک در واقع زن و مردمان بی‌دفاع اینا چیکار کردن؟ اینا به شهادت رساندن. فقط اون یک در نفر مرجع تصمیم گرفتن فساد برپا کردن. روی ملحوظ عظمت این آیت چی زمان درک میشه؟ پروردگارت از غیب با خبر است، خواست که این کودک با واسطه ما به قتل برسانه تا اینکه پدر مادرشان به کفر نکشن، فساد در روی زمین برپا نکن. الان تأمل بیشتر این آیت باشونه. و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، و اما اون دیوار را که مرمرت کردم تعمیر کردم از 2 غلام 2 یتیم در این شهر بود. و کان تحته کنز لهما، و در زیر اون دیوار گنج از ایشان بود. و کان ابوهما صالحا، پدرشان انسان بسیار صالح بود. فاراد ربک ان یبلغا، الپروردگار چنین اراده کرد که این 2 یتیم بزرگ شود و چیکار کنم؟ اشدهما و یستخرج کنزهما، اینا به مرحله رشد برسن و کنزشان گنجشان بیرون کنه. رحمت من ربک، مای رحمت از جانب پروردگار. و ما فعلته عن امری، اما اعمال که انجام دادم، خضر علیه السلام میفرماید از جانب من نبود، از خود نکردم، از جانب الله متعال بوده. ذلک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، این تأویل آن یا سوالاتی بود که تو پرسیدی و در برابرش صبر نکردی. و اسألونک عن ذی القرنین، بعد داستان ذی القرنین است، در برنامه بعد انشاءالله پینون صحبت کنیم. قابل ذکر است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که الله متعال برادر ما موسی را یعنی خیر نصیب کنه، کاش تأمل میکرد تا بیشتر موارد بیشتر از خضر علیه السلام ما امروز در میافتیم. در ارتباط به که حضرت خضر علیه السلام حیات است یا خیر، اتفاق نظر به می است که خیر، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال فرموده که تو میمیری و ایشان نیز خواهد مرد. و در جای دیگه اشاره میکنه که کل نفس ذائقه الموت، و هر نفس چشنده ذائقه مرگ است. و در روایت دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اشاره میکنن مفهوم کلامشان است که در هر 100 سال یعنی امکان نداره که اون
اقوام، افراد، اشخاص از اون قرن گذشته در باقی مانده باشه. و تمام این اشارات جمع کنیم، اتفاق به می است که حضرت خضر علیه السلام از دنیا رفته است. و بعضا روایات موجود است که میگن خضر حیات است و به مثل حضرت عیسی علیه السلام و در قرب قیامت خواهد آمد، اما روایات اسنادش ضعیف و استناد بر آن نمیشه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.